هی گایز، ماوینس هستم و خیلی خیلی خوش اومدیم به پارت دوم بازی The Story of Henry Bishop یا همون داستان هنری بیشاپ بدبخت. امیدوارم از پارت قبلش خوشتون اومده باشه. نره که لایک کنید، سابسکرایب کنید، حتما کامنت بذارین. دمتون گرم. Here we go. خب خدا بخیر کنه. یا اول فرض اینو من همینا ندیدم. خب ما تا what the hell اول فرض اوکی. خب اینم از این ماشین پرک کرد و رفت. ایزی نبود یا خدا من نمیتونم برم اون موجود. نمیرم بیرون. میگه که من نمیتونم برم بیرون. موجود هستش هنوز تو جنگل. برگردیم. فکر کنم باید برگردیم دیگه. حالا امیدوارم که اون کسی که تو پارت اول اومد نیاد دوباره دنبالمون. آمدیم. برمیگردیم. بریم. خب ما یه سری لگ‌های زیبا میبینیم توی این بازی. سریع فقط فرق و الان نمیدونیم باید چیکار کنیم. اگه این لگ‌ها برن عالی میشه. خب اینجا که خبری نیست. دوباره چک بکنیم اتاقا رو. ضرری که نداره. خب اینجا ما Holy Bible. این کمدام که باز نمیشن. اوه رد پای خون. آقا ما آمدیم. نیایی دنبالمون فقط. اینجا چی داریم؟ هیچی. اوکی. این لگا توی این بازی طبیعی نیستا. اصلا نباید این لگا باشه الان. خب این کشوها رو فکرم که تو پارت قبلی گشتیم ولی حالا ضرری نداره دوباره امتحان کنیم. هیچی نبود برگردیم. و اما اینجا اوکی. اینجا بعد این گاف صندوق رو پیدا کنیم. یادمون باشه اینم که همون چوبه بود. Start the house, get a shower. خبری نبود. برمیگردیم. خبری نیست. به طبقه بالا بعد بریم. برو پسر خوب یا بر فضل عباس. نیایی تو رو خدا تو صفحه. آها مرسی. آقا ما صاف رفتیم توی این اتاقی که اون یارو اومد. جرأت داری بیا الان. اون کشوها رو باز کنیم ببینیم چیه. پر از خالی. هیچ چیز خاصی نیستش فکر کنم زیاد. اوکی نمیبندی در رو. مرسی. خب اینجا ما تلفن داشتیم کار نمیکنه.
There's no record here. اینجا هم باید رکورد بیاریم واسه گرامافون. رادیو رسیور، دریافت کننده صدا، همچین چیزایی. همون رادیو خودمونه. خب آقا اینجا خبری نبود. اتاق بعدی. اینجا چی نیست؟ اینجا هیچ خبری نبود. خب اینجا خبری نیست. اینجا The chest is locked. The house key. اوه خوب شد امتحانشون کردیم. به نظر میاد که یک نقشه است. خب پس اون ضبط چیه؟ بعد بریم اونجا. A shovel. شاول. فکر می‌کنم که با همین شاول بعد بریم چیزی رو بکنیم، زمینی یا جایی رو، و کنار یک چاله‌ای بعد باشه روبروی اون انباری که اون هاش خانم هست. خب امیدوارم که الان که نقشه رو داریم کسی نیاد، تو رو خدا نیاد. به سمت سوی گنج. امیدوارم توش چیزی باشه. این فلش لایت تو من نمیفهمم چرا قطع میکنه. خب میفته کجا دقیقا؟ روبروی اون انباری میفته. اینجا نه، کنار این نبود. آهان اینجاست. همینه. بکن ماشاءالله بکن. خب تا اینجا که داریم خیلی خوب پیش میریم. و اینکه همینجا بگم اگه خوشتون اومد یادتون نره که لایک کنید حتما همین الان، و اینکه سابسکرایب کنید و به خانواده ماوینس اسکواد بپیوندید. دمتون گرم. خب اینجا ما این نامه داریم. من پدرمو میدیدم، من اون رازشو میدونم و راه کد ورودو چیزایی. من مطمئنم که چک کردم اون گنجی که اون مخفی میکنه توی اون سیف باکس، همون گاف صندوق. یه رمز گاف صندوقه. یه دونه آبی، یه دونه بنفش، دو تا سبز. یه دونه آبی، یه دونه بنفش، دو تا سبز. یعنی چی منظورش؟ فکر میکنم که اون مکعبای بازی باشن. عددهایی که روشون بود رنگی بود، یعنی هر عدد یه رنگ خودشو داشت. فکر کنم که محسوس همون است. یک دونه آبی، یک دونه بنفش، دو تا سبز. کدوم اتاق بود حالا؟ اتاق بچه بود فکر کنم. آهان همینجا بود. خب اینا از ایناها. آبی، بنفش، دو تا سبز. خب آبی الان کجاست؟ آبی 4، بنفش هم 5 و دو تا سبز. 22. یعنی میشه که 45 22. اوکی. آره یک مکعب دیگه هم هست. این هم همونه. 45 22. اوکی. این خدا باز شد دیگه. اندازه کافی کریپی هست و این درا هم خیلی کریپی ترش میکنه وقتی هی بسته میشه. هی باز میکنیم هی بسته میشه. 45 22. لطفا زایمون نکن. 45 22. واو مرسی. ماوینس باهوش. هاوس ماسترز دایری، یعنی اینکه خاطرات صابخونه، همچین چیزایی. و این داستانا رو هیچ کی حوصله نداره بخونه. اوه لکی خون افتاده رو ورقه، اصلا حوصله‌اش نیست که بخونیم. خب چیز خاصی نداشت. هان یک کلید راستی کی
میگه ممکنه که بیرون از خونه استفاده بشه. holy shit. همون انباریه فکر کنم. آش خانم ما آمدیم. فقط امیدوارم که نیاد دنبالمون. اوکی. سلام علیکم آش خانم. اومدم آزادتون کنم. فقط وای به حال Key تویتون near the اومدم. house. یا ابوالفضل کجا رفتی آش خانم؟ من گفتم آزادی، خودت از قبل آزاد بودی. humans school یعنی کله، یعنی اسکلت کله. او بار نمیدونم بشه درد بخوره. استفاده کن دیگه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ چرا استفاده کن؟ Crowbar. What؟ استفاده کن دیگه. یعنی چی؟ بس ببینم یعنی چی؟ خب ما دوباره اومدیم توی بازی. امیدوارم که درست بله The درست. chest is locked. مرسی سریع باز کن. Damn. Damn. These are real bones. اوه نه استخونه واقعی هستن و اینم رکوردینگ گرامافون. اینم دیگه برنمی داره گرامافون. الان فقط کافی که بریم جای گرامافون دیگه. آره یا ابوالفضل عباس، یا ابوالفضل نیا کوچولو. نه بدو این نگاه چی میگن آخه؟ این چرا انقدر لگ داشته باشه باید؟ خب سری نوار بزن. بدو چی میگی؟ من چی نمیفهمم. چی؟ یا ابوالفضل نه اه. What؟ ما دوباره از اول اومدیم؟ امیدوارم که از اول نه اوکی از اول نیستش و از اونجایی که فهمیدم این گرامافون اینجا نیست، پس یعنی درسته. ولی خب برای چی برگشتیم و نمیدونم. من خب هیچم تغییر نکرده، فقط گرامافون نیست. خب دمتون گرم. مرسی از اینکه این پارت هم تماشا کردید و اینکه فکر میکنم پارت بعدی خیلی جذاب باشه. حتما یادتون نره که اونم ببینید. لایک کنید، حتما سابسکرایب کنید کانال رو و زنگوله رو هم بزنید و کامنت بذارید. دمتون گرم. Take it easy.